وصیت‌نامه سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی. زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست اما پرنده عشق تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند. و مگر نه آن که گردنها را باریک آفریده اند تا در مقتل کربلای عشق آسانتر بریده شوند. و مگر نه آن که از پسر آدم عهدی ازلی ستانده اند که حسین را از سر خویش بیشتر دوست داشته باشد. و مگر نه آن که خانه تن راه فرسودگی می پیماید تا خانه روح آباد شود. و مگر این عاشق بیقرار را بر این سفینه سرگردان آسمانی که کره زمین باشد برای ماندن در استبل خواب و خور آفریدند. و مگر از درون این خاک اگر نردبانی به آسمان نباشد جز کرم‌هایی فربه و تن پرور برمی آید. ای شهید، ای آن که بر کرانه ازلی و ابدی وجود برنشسته ای، دستی برآر و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز از این منجلاب بیرون کش. در عشق اگرچه منزل آخر شهادت است، تکلیف اول است شهیدان زیستن.